میدونی تو کندیمیز وقتی آب دیزی داره تموم میشه به جا آب شیر آب قلم میزنن. اینجا شهر دیزی ایرانه. بعید میدونم تو زندگیتون تا حالا این همه دیزی یه جا دیده باشین. اما همین خیلی مخلصی. قربون فدا. شاکرتم. چرا اینقدر دیزیات خوبه؟ دیزیا رو دیگه ببین گوشتش به اندازه باشه، دمش به اندازه باشه. اصلا ببین دنبال هیچی نه. ادویه واقعی باشه، فکر نباشه، دیزی خوش‌طعم میشه. حلالت باشه. ببین این همه دیزی که اینقدرش تازه رفته به اضافه این ورش فقط برای ظهرشه. دیزی رو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. دلیلش هم اینه، آب قلم یه طرف، خود دوتا قابلمه آب قلم. ببین هر ذره آبش کم بشه آب قلم میریزیم، آب شیر نمیریزیم. شوخی میکنی؟ شوخی آب قلم میریزی؟ آب قلم میریزیم. چه شوخی بابک؟ حلالت باشه. باور کن بابک این دیزی ها به خدا 9 ساعت اینجا دارن میجوشن. گلو نگاه کن. این گل نگاه کن. نگاه کن اینجا رو. 9 ساعت اینا دارن میجوشن. وقت گذاشتیم. باید هم خوش‌طعم باشه این. حلالت باشه. بیا. بچه‌ها سرویس های اینو بذاریم. ماشاءالله ماشاءالله. سرویساشو بذاریم. کجا دیدی این آب قلم صبح تا شب بجوشی بریزن تو دیزی؟ کجا دیدی؟ فقط نشون میدن ولی نه. نگاه کن ژله رو ببین. ببین تو پل میله ببین. مثل خودت بابک شو. عجب صحنه‌ایه. باید هم خوش‌طعم باشه بابک. میشه بد بشه. این چی میگه بابک؟ این چی میگه؟ به خدا نرین کله پزی بیایم شمو پناهی. این چی میگه؟ آخه نرو کله پزی. نگاه کن. همین آب قلمه که دیزی اینجوری میکنه. میزنه رو دیزی. تا حالا دیدین جایی آب دیزی تموم بشه آب قلم روش بزنن؟ دیدین تو کندیمیز وقتی آب دیزی داره تموم میشه به جا آب شیر آب قلم میزنن. نگاه قلمو. واه واه. اینه دنبه هر چقدر بخوام بابکشون میدیم. همه دنبه خورم. من نمیدونم چرا دنبه من همه دنبه خور شدم. بس یه دونه برو تو. بیا بیرون من نفس بزنم. تو کندیمیز دنبه اینجوری پخته شده مجانیه. درسته؟ مجانیه. اون وقت آب دیزی کم بشه روش آب قلم میزنه. یه درصد هم دنبه اضافه خاصی بهت مجانی روش بهت فری میده. اون پناه چند سال اینجایی؟ اینجا به خدا 15 سال. درسته قدمت اینجا بالاست ولی 15 سال سابقه پشت این دیزیه. کم نیست بابت دیزی 15 سال. کل ایران میشناسن دیزی تو. هم حلالواری میزنی، هم خوشمزه است، هم خوش قیمت. یه چیز قبل ضبط بهم گفتی گوش گرون شده ولی من قیمت رو بالا نبردم. نمیبرم آقا بابا. جون دلم. دیدی این کله پزیا روغن کله پز چرا به رخ ما میکشن؟ آره خب دیگه. کوزه همه یعنی کله همشونو میخوابن. روغن نگاه کن. این روغن آب نگاه کن اینو. نگاه کن اینو. اینجوری میریزه روی این دیزیای جذاب. وای من. آقا بابا جون دلم. خودت بگو کدومش چپ. نگن آقا این نشون کرده. کدومش چپه کنم بگو. اینو کدومو؟ اینو. آفرین. برو بریم این گوشت اینو نگاه کن. کجا این همه دم گوشت میریزن؟ گوشت نگاه کن. گوشت اصلا گوشت نمیاد پایین. وای گیر کرد گوشتو. اوف. این حجم دیزی کندیمیزه. اما پناهی شنیدم تو شهر دیزی کندیمیز یه خبرهای یه داستان چیه؟ دقیقاً چه زود رسید خبرها به تو. ای مرکز خرید توبا یا برج توبا کوهک. منطقه 22. پنجم 1500 متر فضا 700 نفر یه جا میشینه. ببین 6 تا فر 120 تایی داریم مگه؟ 6 تا فر گذاشتی؟ 6 تا فر 120 تایی. یعنی 6 تا لنگه این فرا تو شعبه جدید دیزی سرای کندیمیز. آفر خوبم گذاشتم بابک جون. دمت گرم. از چه ساعتی تا چه ساعتی؟ از صبح دیگه استارت میزنی. حلالت باشه. تا 12 شب. آدرسشو میذارم. در اصل موزیک یادتون بشینین تا موزیک بعد از ظهر. شب. اونجا هم موزیک زنده داری؟ 4 تا پارت بهترینای تهران گلچین کردم. حلالت باشه. خیلی مبارک باشه. قربونه. ببین من روزی بالای 250 کیلو دوغ میفروشم. برو بریم باباش بعدیه ببینیم چه خبره باباش. این دوغت اینجا شهر دیزیه که اینجا دامداریه فکر کنم. اینجا همش دوغه. بچه‌ها چیزی بده من ببینم کاتر رو. کاتر نمیخواد.
ببین کره رو ببین، مثل کره دیدن میگم مثل کره است. این دقیقاً همونه. برو بریم تو کره رو ببین. ببین این دوغ جای دیگه یک هفته نمیفروشم، من 5 دقیقه دیگه تمومه باباش. میدونم بابا، دوغ در دیزیه بیشتر. سلامات بفرست. کیفیت دوغ میگم، دوغ یعنی همین الان ریختم، نگاه کن. ببین از دیزی بیشتر دوغ میفروشم. خیلی دوغش اینجا خوشمزه است بچه‌ها. برو بریم چین دیگه سرریز نشه، لاغر پرش کنیم. مشتری هم که دوغ میخوانو. ببین دوغ خیلی عجیب غریبه برام. خفن میدونی چه همین خفن اینه. میگن یارو خفن، این دوغ خفنه. الان همه این لیوانا رو پر میکنه میذاره سر میز. این چیزی که من اینجا دو سود این دوغ بیشتر از دیزیه به خدا. نگاه کن. اینو ببین. آخه من هر چقدر خامه میخوای مثل دمه میخوای میدیم و هر چقدر هم خامه بخوای میدیم اینجا. اینجا شهر صلواتیه. اینجا شهر دیزی و دوغه. وای من روغن دنبه رو نگاه کن، میاد رو خود دنبه. یا مثل من عاشق این دنبه زعفرونی طلایی رو دیزی ان. کارو نگاه کن حلالم. ببین اول این دنبه رو اینجوری بلند میکنی، میذاری کف ظرف. اینا ببین، اینا نگاه کن، لهش میکنی. به نظرتون مرز نیست؟ مرز گوسفند. همون پنج چیکار داری میکنی؟ بعد یه تیکه این دنبه رو اینجوری میذاری لای سنگک تازه، دوباره از این آب خود دنبه میریزی روش. الکی کلاس ملاس نمیذارم، همینو میرم بالا. نظر من اما باباش از این سیرم نمیشه گذشت. نگاه کن اینا. سیر تارم رو نگاه کن. ابوالفضل چی میگه؟ مگه میشه این با این دیزی این سیر نزنی، این دوغ نزنی؟ بریم اینو خالی کنیم ببینیم این چیه. مراحل خوردن بهمون نشون بدیم داستان. بریم اینو که دنبهشو تو خودت برداشتی، بذار چپه کنم تو همین دیگه. ها اصلا بذار آبش خالی کنم اینجا. ببین ببین یه ذره آب داره. ببین همش چسبیده تو جون این گوشت. نگاه کن. ببین این گوشتو این گوشت چی میگه آخه؟ من نمیدونم گوشت گردن میزنی؟ اصلا اینو نگاه، گردن میزنم. این چیه بس باباک؟ این مهره گردنه دیگه دادا. همه چی بیا. این مگه گوساله میشه؟ خب 4 مهره 4 این همه گوشت چی میخوای دیگه؟ بهتر از این چلو گردن بگیری 1.200 این اندازه این گوشت نداره دیگه. بیشتر از این به قرآن نمیتونم من تعریف کنم مالمو. وسط آبگوش خورید احساس کردی دنبه لازمی، اصلا نگران نباش. تو کندمیز هر چقدر دنبه بخوای بهت فری میده. یا اینجوری میذاری روی گوش کوبیده. نگاه کن دنبه رو ببین. خدا شاهده من همون قدری که میام کندمیز دیزی میخورم اندازه همونم دنبه اضافه میگیرم، سرریز میزنم. ببین این اصلا معجونی آوره خودش. اما پناهی چیکار داری میکنی؟ حلالت باشه. میگم بابک به نظر من این یه دیزیه دیگه، درسته؟ ما دوتا که توپولیم میتونیم اینو تموم کنی؟ به خدا یه بتون. بودایی سنگینه. خیلی سنگینه. من میگم اونی که میخواد بیاد دیزی بخوره دیگه از کار اجازه بگیره یا بیاد بخوره بره خونه بخوابه دیگه. نمیتونه بره سر کار، اصلا نمیتونه، سنگین میشه. ادامه کار بعد از خوردن دیزیای آقا پناهی غیر ممکنه. یعنی اینو بخوره، یه دونه دوغو بخوره، سیرم بخوره، این همه نونم، این معده لعنتی چقدر کشش داره. تصویر رو نگاه کن، تصویر رو لا سنگک دنبه بذاری بعد آب دنبه بریزی رو خودش. اصلا ببین این خودش خفنه. حالا کسی اینو تموم کرد بیاد من 2 تا کاسه آب دنبه بدم بهش. من نمیتونم بخورم. خدا بدون بیا. ببین من الان طاقت ندارم. من الان همه اینا رو میزنم تو بدن. ببین یه قاشق از این گوش کوبیده این آبگوشت رو برمی‌داری میذاری لای نون. بگو خب بعد میای یه تیکه هم اینجوری دنبه جدا میکنی اونم میذاری روش. یه خود میدونی باید بگی خب حلش میری بالا حلال کن. یه پیازم روش میری که فرایند چربی سوزی تکمیل شه.